سه چار اشخونه تومانه زاروک بیشتنور شیار ابراهیم جوانک جباجار قامیشلو یا روجاوای کردستانیه که دبیجه او 20 ساله وک شروع و کارک ورزشی خبات دکت و به زمان کردی لگلک یاریگه ها آماده بویه. ناوی شیار ابراهیم از جباجار قامیشلو طلاقی به دایک بوم از وقت شروع ورزش 20 ساله میشه بیزوی کاری دکم و هر وقت بجن اروپا تنه هر دری براسی ازدرم و از روی ده زمان کردی از شروع دکم از پیشکش دکم از کامنتاتور دکم یوسا جگرخوین شورش سید رضای افش عفرین او شروع و کار ورزشی یک کرد دلگیرانی خواه تینه زمان لهمبر راگهاندن او تیوین کردی که وک پیویست بایخ بکاروی ندانه. راکاندنا کردی گلکی وچهره او کارمه وقت 20 سال گورگو پیس آنجی گلک جوانا لی ناشو بینن از بیشم دادر خن بجینا سکر چبا گورگو بیشن کلالی دنیای همو هن جوانا شروع کار ایرو دام کرداد ام هنه اجی از بیشم چند حبیدی جهنه وی کاری دکن لکز بانا رانا به کز سکن آدوا از بهارم گرک باشتر بگو بهتر دوباره آوا کردن وانا ببینن در فتا پیش آوا بکن و گلک باش بر شیار ابراهیم چندین شاگردی خواه هنه دوی کاری ده و دخوازد دمین پیش ده جهک تایبت هبه جبو پرورده کرنا جوانین کرد داکو بزمان کردی للیستیکین کردان ده آماده ببن و شروع و کاری بکن. حمید مصطفى دنگی امریکا هانوفر